تا ورانم ز اولیام نکنیم. این عطا گوهر خزینه ماست. ما به هر کس خزینه عطا نکنیم. طینت گلهای رنگین در گلاب افتاده است. وقتی که ما گلاب میگیریم باید دانیم که در این گلاب چقدر گلها طینتش است. مزه وی است و بوی وی است. رحمت دلهای سنگین به نقاب افتاده است. وقتی که انسان به رحم و شفقت می شود باید شرم و حیاش هم نمی شود. مشک و عنبر گر تو دیدی در گلاب شو یا نقاب. تو مشک و عنبر دیدی تو یا مشک و عنبر شو یا در گلاب شو یا در نقاب شو. در نقاب شوی تو مشک و عنبر می شوی. نه اگر تو همراه مردم باشی گلاب می شوی. قیمتی گلهای مشکین به حساب افتاده است. گلها هست نه که قیمتی هر یک گل با جدا است. گلهای مشکین است. گلهایی که باید مشک می شود، عنبر می شود، بوی دارد. بعضی گل هست که گلی عادی است، رنگش هست و دیگه از باید مشک گرفته نمی شود. انسان ها هم همین هستند. اینجا گل در مثالی انسان ها هست. بادنوشی نفع بنگ و صد جنون آرد به تو. بادنوش وقتی که بادنوشی میکنه، شراب نوشی میکنه و جنون میبیاد برای دیوانه میشود. نه آیدهش میداند، نه فرزندش میداند، نه عزت و احترام میداند. برای همون علت نامهای ننگین در شراب افتاده است. آدم علت پیدا می شود. لذتی آب را تو دانی شور و تلخی رمزی بحر. آب نگاه کن که آب اگر شور باشد تلخ باشد و رمزی بحر است. و بحر همی خیلی است. آبی تازه نیست و یعنی آبی تازه است و آبی طاهر است. آبی تازه است که وی نوشیده نمی شود. انسان ها هم همین خیلی هستند. تمام دنیا را اگر گیری لیکن از تمام دنیا باز یک طایفه مردم هستند که مانند آبی باران هستند، شیرین هستند، منفعت رسان هستند. آبی بحر را گرفته شما زمین بمانید و درخت نمی سبزد، زراعت نمی شود. و هم در کار است دیگه. و هم به حکمت نیست. پروردگار هم برای معاهده در کار است، برای رفتن کیمه ها در کار است، کشتی ها در کار است دیگر. برای نگاه داشتن زمین در کار است، برای درست نگاه داشتن آب و هوا ضرور است. برای هم لذتی آب را تو دانی شور و تلخی رمزی بحر. قسمتی دریای شیرین از سحاب افتاده است. این آبی که ما منوشیم آب شیرین از ابر است. اگر ابر نباشد آب نمیشود. اصلا تک زمین آب نیستیم، اما از ابر آمدگی برف و باران میشود و آهسته آهسته در 100 ساله ها در 1000 ساله ها تک زمین به آب پیدا میشود. روی زمین به دریاها میشود. دریای سیل و دریای امور و دیگر دریاها و نیل و فرات و دجله و همه اینها اصلا گرد از کوه میبیاید. لذتی آب را تو دانی شور و تلخی رمزی بحر. قسمتی دریای شیرین از سحاب افتاده است. با شهامت چوغ و لاچین دوری جوید خود به خود. غفلتی نسل‌های شاهین چون سراب افتاده است. اینجا یک بیان است که دو طایفه مثلا پرنده ها هستند، لاچین و چوغ. هیچ وقت لاچین نزد چوغ به استفاده نمیتواند، چوغ نزد لاچین به استفاده نمیتواند. دوری جوید خود به خود، از یکدیگر دائم دور می‌ایستند. آدمانی بد هم همین هستند در دنیا. آدم بد نمیشه ولی که خلق و اطوار وی بد است. برای همون وی در نزد آدم نیک استفاده نمیتواند. آدم نیک در نزد وی استفاده نمیتواند. هر کس به همان وی خودش و جنس خودش هم نشست میشود. با شهامت چوب و لاچین دوری جوید خود به خود. غفلتی نسل‌های شاهین چون سراب افتاده است. اصلا در بین پرنده ها باش یک شاهین است که تیر نمیرسد، همه قدر بلند پرواز می‌کنه. و انسان ها هم هستند که مانند شاهین هستند.
یک تا دو تا پیدا می شود، 10 تا پیدا می شود. باید چون سراب افتاده است. یک میبینید از دور لیکن رفتار گرفته نمیتوانید. نامه دیوان چو آمد نقش دنیا را بودی. نامه دیوان چو تو این دیوان من خانی، نامش خانی، تو یک نگاه کنید همه دنیا چی رنگ داره. دولت دنیای رنگی در کتاب افتاده است. تمام دنیا معنیش کتاب جن قرآن است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. یکی از نام‌های قرآن کتاب است. الف لام میم ذالک الکتاب. خدا میگه این کتاب است. که یک شک و شبهه نداره. چون کتاب همون است. دولت دنیای رنگین در کتاب افتاده است. اصلا آخرش آمده همه گفته ها باید یک جمع شود. چیکار کردن در کار؟ تو همه قدر چیز گفتی میگه وقتی آرامی به نرمی تو دعا کنه حسین. تو در بین مردم دعا میکنی، در معرکه دعا میکنی، در اینجا دیگه دعاها دیگر است. تو وقتی آرامی دعا کنه، ساعت یک شب خیست دعا کن. وقتی آرامی با دعای به نرمی باشد دعای تو، با آبی چشم باشد، با دلشکستگی باشد، علاوه دعا دیگر است. وقتی آرامی به نرمی تو دعا کن ای حسین، فرصتی نجوای آمین مستجاب افتاده است. آمین اصلا کلمه عبرانی از یهودی است، عربی نیست. مثلا ما آمین میگوییم ای پروردگار دعای ما رو مستجاب کن، گفته اینجا. مثلا خریستیانان هم آمین میگویند، روس‌ها هم آمین میگویند، همه اینها با کلمه آمین هست. امین. فرصت نجوا این تنها و تنها صحبت کردن است به پروردگار. فرصت نجوای آمین مستجاب است. خداش مستجاب است. شب همیشه دعا کنی دعای تو مستجاب می شود. اینجا مثلا تینتی، رحمتی، قیمتی، علتی، قسمتی، غفلتی، دولتی، فرصتی، اینها یک قافیه. دویم قافیه گلهای، دلهای، نامهای، نسلهای، دنیای، نجوای، اینها دوم قافیه. سوم قافیه رنگین، سنگین، مشکین، ننگین، شیرین، شاهین، آمین، اینها سوم قافیه. چهارم قافیه گلاب، نقاب، حساب، شراب، سحاب، سراب، کتاب، مستجاب. اینها همون چهارم قافیه. افتاده است ردیف است. یعنی این یکی از غزل‌هایی که بسیار مشکل است. همین خیلی مثلا هنری بلند شاعری، هنری من بلند شاعری. وقتی که نوشته نمیدانستم که همین خیلی است. وقتی که حافظ این خونده بعد من گوش میکنم که این همش قافیه هاش یک خیلی فرامده است. تینتی گلهای رنگین در گلاب افتاده است، رحمتی دلهای سنگین به نقاب افتاده است. مشک و عنبر گر تو دیدی در گلاب شو یا نقاب، قیمتی گلهای مشکین به حساب افتاده است. باده‌نوشی نرع بنگ و صد جنون آرد به تو، علت نامهای ننگین در شراب افتاده است. لذتی آب را تو دانی شور و تلخ و رمز بحر، قسمتی دریای شیرین از سحاب افتاده است. با شهامت چون زلاچین دوری جوید خود به خود، غفلتی نسل‌های شاهین چون سراب افتاده است. نامه دیوان چو آمد نقش دنیا را ببین، دولتی دنیای رنگین در کتاب افتاده است. وقتی آرامی به نرمی تو دعا کن ای حسین، فرصت نجوای آمین مستجاب افتاده است.